امروز قراره یه نکته درباره یه دکمه بهتون بگم که 50% ایمتون رو بهتر میکنه. سلام بچه‌ها، چطورید؟ خوش اومدید به این ویدیو. من زوگی هستم، یک پلیر 5 انگشتی. بچه‌ها امروز اومدم که درباره سینک ADS-FOV بهتون توضیح بدم که اصلا چی از خاموشش کنید، روشنش کنید و چی کارش کنید. بچه‌ها قبل از اون بخوام بگم من آیکینگو که دیگه همتون میشناسید، پلیر مولتی بین خیلی خفنه، یکی از بهترین مولتی پلیر ایرانه که بچه چند ماهی نبود و برگشت و ویدیو داده و کلن زده و خلاصه ترکونده. و بچه منم رفتم عضو کلنش شدم و همین بچه ها با مرام و این چیزا. و بچه ها دیگه قراره که مچ ها که میریم تو رنگ دیگه با آیکینگ باشه، بیشترشون که میریم با آیکینگ باشه. این هم یک خبری بود گفتم بهتون بدم. خب بچه لایک و ساب و همه این چیزا رو فراموش نشه که میخوایم بریم بترکونیم بچه ها، چون حمایت ها واقعا بچه ها ریخته پایین، واقعا حمایت نمیشیم بچه ها. قبلا ویدیو شورت ها رو به خودتون ببینید، قبلا کاملا حمایت میشد و الان نمیشه. خب بچه لایک و ساب و کامنت رو بزنید. بریم برای توضیحات درباره سینک ADS-FOV که بدونم کدوم بهتره. Destroy the objective. Bomb acquired. خب بچه اگر اکثر آیپد پلیر رو دیده باشید، بیشترشون همه بچه با سینک ADS آن پلی میدن، ولی بیشتر موبایل پلیرها خب سینک ADSشون آفه. ولی بچه من از همون اول با سینک آن پلی میدادم و راضی هم بودم. یه بار بچه قبلا سینک آن کردم و اصلا نمیتونستم، مثلا هارد اسکوپ میکردم انمی اصلا از سمت چپ از سمت راستم رد میشد، اصلا من نمیدیدمش اینقدر که زوم میکرد. بچه ولی توی سینک آن این اتفاق نمیفته. سینک آن بچه همه چیز این دورتر میشه، افوی انگار تو اسکوپ بیده بالاتر و میتونید راحت همه جا رو ببینید. فقط یکم دور زدن براتون سخته که اونم راحت با یه هفته 2 هفته پلی دارم با سینک آن تموم میشه میره. و بچه یه کارهایی که خیلی خوبه برای سینک آن اینه که لگت رو میگیره، که بچه اگر با ایما که یه سنت سنگین هستش که چیکار کنید میزنید چیزو، همین چی میخواستم خدا یادم رفت، همین وقتی که تیر میزنید میره هوا و در سینک آن یکم لگتش پایین تر میاد و میتونید سریعتر واکنششون برید. و برای هارد اسکوپ هم خیلی خوب کار میکنه این سینک، بیشتر برای هارد اسکوپ به کار میاد. خب بچه این توضیحاتی بود که درباره سینک باید بهتون میگفتم که چیکار کنید. و الان بچه ها میریم روی ترینینگ مود و بهتون میگم. بچه ها ببینید الان سینک من آنه، خودتون ببینید لگت کامل، لگت رو ببینید، لگت کامل کنید و راحت تر کنترل کنم. اینجوری بچه ها اصلا اسکوپ داخلش همه چی کوچیکه و میتونید همه چیز داخلش کنید. اون دوربیرا رو نشون میده ولی احتمال خیلیتون نمیتونید بزنید، ولی این دوربیرا چون که پلی دادم باهاش عادت کردم که اون دوربیرا هم راحت میتونستم بزنم. همونجوری که میبینید بچه دید من در سینک آن خیلی بیشتر از سینک آفه و اگه مزیت بزرگ برای سینک آن که من خیلی مزیت دارم. خب بچه الان میریم سینک رو آفش میکنیم و ببینید شما تفاوتشو. بچه اینجا سینک آن که ببینید همه چی نزدیک شد، همه اینا زوم شد. و بچه نگاه کن انگار مثلا شما اینجوری ببینید تو دهن اینایی اصلا هیچی معلوم نیست، ولی راحت تر این دورا رو میتونید خیلی راحت بزنید. لگتش بیشتر میشه، الان دقت کنید جفتشون لگت الان بالاتر میره. خودتون ببینید واقعا دیدی هم نمیده بهتون این سینک آف
و به نظرم سینک آن کنید بچه، مثل خودم من با سینک آن پلی میرم و اگر مثلا سینکتون آفه امتحان کنید سینک آنو و اگر سینکتون آن هستش سینک آف رو امتحان کنید ببینید میتونید راحت کنید بچه. نظر خودم سینک آن واقعا و خیلی خوبه به نظرم سینک آن. مثلا بدون سینک آن نمیتونم پلی بدم، یه چند مدل سینک آف کردم که اصلا نمیتونستم هیچ انمی رو ببینم. هارد اسکوپ میکرد انمی از طرف درد میشد، خیلی فشار میخوردم، ولی با سینک آن اینجوری نمیشد. این میگرفت همه چی معلوم بود، 2 تا انمی، 3 تا انمی، 4 تا انمی رو میتونستی داخل اسکوپت ببینی، ولی توی سینک آف اینجوری نیست. و حتی این هم چیزایی بود درباره سینک ایدیس آف و آن که خیلی به دردتون میخوره واقعا. خیلی به درد ایمتون میخوره. ویدیو رو اینجاش که میذارم بچه واقعا حمایت خیلی کمه و بچه خیلی هاتون هست بچه ویدیو ها رو میبینید، هم ویدیو شورت و هم ویدیو لنگ و ولی سابسکرایب نمیکنید بچه. حتما سابسکرایب کنید. اینجا که میبینید 2 تا رو زدم ولی خب آخری هم زد دیگه. خب بچه یه چند دیگه از گیم پلی مونده، من دیگه باهاتون خداحافظی میکنم تا یه ویدیو دیگه. خدا نگهدار.